بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، بیاید امروز با همسر پیامبر مادر مومنان جویریه دختر حارث شناس میشویم. جویریه دختر حارث از زنهای هستند که با برکت ازدواجشان با پیامبر صلی الله علیه و سلم حدودی 100 عائله را از بردگی آزاد میکنند. بیاید ببینیم که این زنی با برکت کی هستند و چه نقش میتواند قصه زیبای ایشان در زندگی ما داشته باشد. جویریه پیش از همه 3 سال پیش از بعثت تولد می شوند، یعنی وقتی پیامبر 40 ساله بودند جویریه 3 ساله بودند. بعد از اینکه جویریه بزرگ می شوند با مصافه پسر صوفان ازدواج می کنند و عجیبش این است که حارث پدر جویریه سردار قوم بود، یک انسانی عادی نبود. قبیله بزرگ زیر ریاست حارث بود. سال 5 هجری به پیامبر خبر می رسد که حارث یعنی پدر همین جویریه با قومش و خیلی زیاد از دشمنان دیگری پیامبر جمع شدند و می خواهند به مدینه هجوم کنند و این خبر را پیامبر پیگیری میکنند و درک میکنند که خبر حقیقت دارد. دیر و یا زود جمع بزرگ دشمنان به مدینه خواهند هجوم کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پیش از اینکه حارث به ما هجوم کند که بنی مصطلق یا جنگ مریسی هم میگویند بنی مصطلق به ما بیاید و هجوم کند، ما باید آنها را غافلگیر کنیم. و همین طور سال 5 هجری پیامبر صلی الله علیه و سلم با عده زیاد لشکر رهسپار میشوند به طرف حارث و قبیلش که بنی مصطلق نام داشت و در وقتی که آنها غافل بودند پیامبر یک و یک باره به آنها هجوم میکنند و خیلی زیاد از آنها را به قتل میرسانند و تقریبا 100 عائله آنها را به اسارت میگیرند. و چطوری که میدانید در زمانهای پیش چه در عرب ها باشد چه در روم و فارس باشد بعد از جنگ طرف دشمن را به اسارت میگرفتند. همین طور بعد دست پیامبر 100 عائله از بنی مصطلق به اسارت می افتد و در همین یک نبرد کوچک شوهر جویریه مصافه به قتل می رسد. آن هم مشرک به قتل می رسد و در اکثریت اخبار آمده است که پدر جویریه حارث گریخته به کجای پناه می برد، یعنی مسلمان نمی شود. اگرچه بعضی ها میگن او مسلمان می شود ولیکن روایت ها در این باره گوناگون است. و همین طور پیامبر صلی الله علیه و سلم در این نبرد غالب می آیند و با 100 عائله از برده به مدینه برمیگردند. وقتی برمیگردند دختر حارث یعنی دختر رئیسی همان قبیله جویریه که نامشان بره بود، بره به معنای نکوکار است معنایش، بره تاجیکی نیست، و نامشان بره بود یا جویریه به دست یکی از صحابگان ثابت پسر قیس کنیز می افتند. ولی جویریه که تمام عمر همچون گفتیم ملکه زندگی کرده بودند و پدرشون یک انسان عادی نبود و ثابت پیشنهاد میکنند که من به تو مقدار از پول میدهم، اون هم پولی کم نه، تو مرا آزاد میکنی، که این رو در فقه اسلامی مکاتب میگن، یعنی برده به سیدش یا اینکه به اونی که او را گرفت به او مقدار از پول بر میدهد و او آزاد میکند. جویریه همین طور با ثابت گویا که اتفاق نامه میکنند که من به تو پول میبیارم، تو باشی مرا آزاد میکنی. سپس نگاه کنید جویریه میگن من 20 ساله بودم، اگر به کتاب های سیره نگاه کنید من 20 ساله بودم، میگویند خودم را با ثابت اینگونه اتفاق نامه کردم و چاره نیافتم به جز اینکه به نزد پیامبر بیایم و به نزد پیامبر آمدم و گفتم پیامبر الله میداند که با قوم من و قبیله من چی شد؟ من دختری حارث هستم، یعنی دختری حارث هستم، انسان عادی نیستم و من الان در اسارت یا در کنیزی ثابت هستم و میخواهم مقدار به او پول دهم که من خودم نمیتوانم آن را بدهم. شما به من کمک کنید آن پول را به ثابت بدهم و ثابت مرا آزاد کند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من از این هم به تو پیشنهادی خوبتر دارم اگر قبول کنی، یعنی هرگز مجبور نمیکنن. اگرچه در این وقت جویریه گویم همچون یک کنیز بودن. جویریه میگویند بفرمایید پیامبر.
پیامبر میگویند تو همسر من شو و من تو رو آزادت میکنم، هم تو رو آزاد میکنم هم همسری مرا قبول کن. جویریه میگویند آره من قبول کردم. ولی در اینجا قصه عجیب است. جویریه میگویند پیش از تقریبا 3 روز پیش از اینکه پیامبر به طرف ما به قبیله ما بیایند و هجوم کنند، من خواب دیده بودم که ماهتاب از طرف یثرب یعنی مدینه میبراید و به آغوش من میافتد و من در آغوش خود ماهتاب را میبینم و این خواب را به کسی نگفته بودم. سپس وقتی که من و 100 عائله از قبیله هم به اسارت افتیدیم، گفتم شاید اکنون من همان خوابی که دیده بودم تعبیرش تحقق مییابد. برای همین این ماهتاب یعنی پیامبر بودن و من از این خواب خود الکی میدونستم که به زودی برای من یک نصیب بزرگی هست. و جویریه ازدواج پیامبر را قبول میکنن، میگن من قبول میکنم که همسر شما باشم. بعد از اینکه پیامبر با جویریه ازدواج میکنند، اون 100 عائله که به دست مسلمان های مدینه اسارت افتاده بودند، مسلمان های مدینه میگویند اینها دیگر خدای پیامبرند، اینها خیش و تبار جویریه مادرمان هستند، ما نباید این گونه با خدا ناحرمتی کنیم. همهشان تمام اون 100 عائله را آزاد میکنند. جویریه میگن من حتی خبر نداشتم که پیامبر بعد از ازدواج من با من این گونه تمامی اسیرها رو آزاد میکنن، در حالی که از پیامبر طلب هم نکرده بودم. ولیکن اینجا پیامبر آزاد نمیکنن. این شهامت و مردانگی یا مروت و قدر خیش و تباردانی مسلمان های مدینه بود، صحابگان پیامبر بود که آنها میگویند برای ما هرگز نمیزیبد که مایان خیش و تبار جویریه مادرمان را بر اسارت خود گیریم و آنها برده ما باشند. و همین گونه حضرت عایشه میگویند هیچ زنی رو با برکت تر به خانواده اش به خیش و تبارش مثل جویریه ندیدم. زنی که بعد از ازدواجش یا به سبب ازدواجش 100 عائله، 100 نفر نه 100 عائله از اسارت آزاد شدند. همین طور این ازدواج با برکت تمام می شود و آنها همه آزاد می شوند، مسلمان می شوند. و جویریه با اینکه کنیز افتادند و مسلمان شدند و مادر مؤمنان شدند، اسلام ایشان مثل اسلام آوردن بعضی زنهایی که به خاطر شوهر حجاب می پوشند، به خاطر شوهر نماز می خوانند، مثل آنها نبود. در ما حدیث در بخاری هست، در مسلم است، در کتاب های سنن است که جویریه روزها روزدار و شب و روز در ذکر بودند. حتی در ما حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام صبح از نزد جویریه می روند، بیرون می برایند و جویریه در ذکر بودند، سبحان الله و الحمدلله، و در ذکر پروردگار بودند. وقتی نصف روزی برمیگردند که جویریه همان طوری که بودند در جایشان نشستند و هنوز هم ذکر میکنند. پیامبر میگویند من صبح رفتم، نصف روزی برگشتم، هنوز هم تو در ذکر و در یاد پروردگار هستی؟ جویریه میگن آره من هنوز هم در ذکرم هستم. یعنی این ساعت های طولانی در یک جا بودن. پیامبر میگویند من به تو دعای رو یاد میدهم، ذکر رو میآموزم. اگر آن ذکر رو گفتی، برابری آن هم از ذکرهایت هست که تو از صبح تا نصف روزی گفتی. تو 3 بار سبحان الله و بحمده عدد خلقه رضا نفسه زینت عرشه و مداد کلماته. تو 3 بار همین ذکر رو بگو. این برابر ذکرهای طولانی هست که از صبح تا نصف روز میگویی. و در ما حدیث دیگر است در بخاری مسلم که پیامبر میبینند که روز جمعه جویریه روزدار هستند و میگویند مگر روز گذشته پنجشنبه روزدار بودی؟ جویریه میگن نه. میگویند فردا روزه میگیری؟ نه. پیامبر میگن اگر این خیل باشد روزه رو بخور، برای آنکه یک روز جمعه را به روزه انتخاب کردن جایز نیست. یا اگر روز جمعه روزدار هستید، شنبه هم باید روزه بگیرید مگر اینکه قضا باشد، یا پنجشنبه هم. اما فقط یک روز جمعه را برای روزه مخصوص کردن جایز نیست، چون روز عید مسلمان ها می باشد. همین طور اسلام جویریه اسلامی به گفت خودمان سطحی یا رویکی نبود. اسلامی بود که
دخترک 20 ساله ازدواج میکند با پیامبر الله. یک بار زندگیش تبدیل می شود به روزگیری و ذکر کردن و با مشغول شدن به عبادت پروردگار. اسلام را فقط به خاطر شوهرش نه، به رضایت پروردگار قبول کرده بود. و چه بسا زنهایی هستند که در نزد شوهر خود یا در نزد مردم با ذکر و نمازند، شوهر اگر رفت به غیبت و به چیزهای دیگر مشغول هستند، گویا که به خاطر شوهر فقط اسلام ما هست و اگر شوهر نباشد پروردگار ما را نمی‌بیند. همین طور با یک زندگی پر از ذکر و پر از یاد پروردگار، پر از صدقه و خیر هم بود. در ما حدیث دیگر هست که جویریه میگویند پیامبر الله، من یک برده دارم، میخوام اون رو آزادش کنم، شما چی میگید؟ یعنی چی مصلحت میدید؟ پیامبر میگن به برادرت بده او رو. شنیدم که برادر تو چوپانی میکند، چوپانها زیادتر نیاز دارند به یک برده، آزادش نکنو، به برادرت ده، بگذار برادرت از اون استفاده برد که در اون زمان جایز بود. همین طور جویریه 20 ساله عروس به خانه پیامبر می آیند و تمام عمر خود را با ذکر و با دعا و با اطاعت پروردگارشان سپری میکنند و سال 56 هجری در مدینه وفات میکنند. و قصه عجیب از زبان حضرت عایشه است. حضرت عایشه میگویند اولین بار وقت جویریه به خانه ما اومد که در اون وقت همسر پیامبر نبود، فقط به پیامبر پیشنهاد کرد که مرا برای آزاد کردن کمک کنید، دیدم که چقدر زنی زیبا است، یا دخترک 20 ساله، یعنی چقدر دخترک زیبا است و نخواستم که از رشک پیامبر با او روبرو شوند. برای اون که زیبایی او را دیدم من دیگر به حیرت افتاده بودم. هر یک مردی که جویریه را میدید میگفت چقدر زنی زیباست، ولی پیامبر نه اینکه به خاطر اینکه یک دخترک 20 ساله زیبا است، به خاطر اینکه به برکت جویریه یک قبیله بزرگ بنی مستلق ایمان بیاورد، با جویریه ازدواج میکنند و چه خیلی که گفتم چه ازدواجی با برکتی بود. پس خواهران میتوانیم درس زندگی از حیات جویریه بگیریم. اولا اینکه گاهی میشود که شما بعضی نفرها اهل اسلام نیستند اما خوابشان تحقق مییابد، چگونه که خواب جویریه آن ماهتاب افتیدن و آغوششان تحقق یافته بود. چیز دوم این است که اسلام آوردن فقط نباید با زبان و با ظاهر و با لباس های اسلامی باشد. اسلام ما در حقیقت با ذکر پروردگار، با این که ما اسلام آوردیم تا که الله از ما راضی باشد، با این گذرانیم زندگی خود را با روزه و با ذکرهای پی در پی و با عبادت کردن و این چنین با خیر و سخاوت کردن. این بود قصه کوتاهی ام المؤمنین جویریه. ان شاء الله درباره صفیه و بقیه یک چند امهات المؤمنین دیگر با شما در صحبت هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.